شاید باورت نشه دختره چه انتقامی از دوست پسرش میگیره وقتی از ارتفاع پرتش میکنه پایین که مستقیم روی یک تنه درخت خشکیده میفته و شاخه درخت توی بدنش فرو میره. مورچه‌ها وقتی بوی خون به مشامشون میخوره به سمت بدن این دختر میان. از درد گزش مورچه‌ها دختر به هوش میاد. اما دردی که حس می‌کنی بیشتر به خاطر فرمیک اسیدی که از طریق نیش مورچه وارد بدن میشه. خود فرمیک اسید باعث اتساع عروق مغزی میشه. این در کنار درد گزش مورچه باعث به هوش اومدن دختر میشه. دختره وقتی به هوش اومد دور و بر خودش رو نگاه میکنه و فندکش رو از طریق هندزفری به طرف خودش میکشه. یه بوته خار پیدا میکنه و سعی میکنه درخت رو آتیش بزنه. بعد از اینکه تنه درخت آتیش گرفت به صورت کامل، شاخه درخت سست میشه و میشکنه و اینطوری دختر از روی تنه درخت آزاد میشه. اون چند تا پسر برمیگردن که جنازه دختر رو نیست و نابود کنن، اما دختر وقتی صدای ماشینشون رو میشنوه سعی میکنه خودش رو مخفی کنه. وقتی میان بالا سرش اثری از دختر دیگه نیست.